وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. خداوند است که روح شما انسانها را در شب هنگام خواب برمیگیرد و از اعمال روزانه شما با خبر می شود. سپس شما را در روز از خواب برمی انگیزد و این کار ادامه دارد تا زمان مقرر عمر سپری شود. سپس بازگشت شما به سوی خداوند است و آنگاه خداوند در روز موعود شما را از اعمالی که در این دنیا